درود به کل پیوندان ورزشی رقم اول و بینندگان عزیز تلویزیون ورزش. این برنامه ترانسفر در عمل است که آن را پس از شاهد شوی به هفته سیاه ابردسته ها که خود بخت کل پیشرفان چمپیونات های اروپایی را به میراث گذاشت منظورتان میکنیم. سرآغاز برنامه به خاطر تکرار پیروزی اسپارتاک بر ناپولی از ترانسفرهای این تیم میگوییم، چرا که مسکوگی‌ها اگر یک زمان ناپولی را با خود مارادونا در ماه نوامبر سال 1990 مغلوب نموده بودند، 21 سال قبل ناپولی در ورزشگاه مارادونا با طلسم گلادیاتوران تاب نآورده بود. از این رو با روی آوردن به نیت‌های خریداری کنی مسکوگی‌ها میگوییم که اسپارتاک میخواهد نیمه‌نهاییگر لوکوموتیو دانیل کولیکوف را در زمستان به دست آورد. به اطلاع اسپورت 24 سرخ و سفیدا امکانیت خریداری این نیمه‌نهاییگر 23 ساله را در زمستان می آمد مورد آموزش قرار دادند. کولیکوف دستپرور اکادمی لوکوموتیو بوده. ماه اکتبر سال 2018 در هیئت اساسی به میدان آمده بود و یک سال بعد بازی نخست را در پرمیر لیگ روسیه گذرانید. در موسم جاری باشد در چمپیونات روسیه همه 10 بازی‌ها را گذرانیده دارای یک عملی نتیجه بخش است. همزمان باید علاوه نمود که سرمربی خودی لاکو مارکو نیکولیچ از وظیفه برکنار شد و مدعی اساسی به جای او را رالف رانگنیک کلاوسی 36 ساله از نیورمبرگ نامیده است. پیشتر باشد گفته می شد که در موقع نیکولیچ با پیشنهاد دیرکتور تکنیکی تیم توماس سورن باید سابق سرمربی اسپارتاک دامینیکو تدسکو بیاید، ولی در این برابر راهبری دسته‌های رشد باشگاهی لوکوموتیو رالف رانگنیک روبرت کلاوس را پیشنهاد کرده است. این آلمانی 36 ساله عین زمان در وظیفه سرمربیگی تیم نیورمبرگ قرار داشته. خود رانگنیک باشد با این نفر از زمان همکاری در RB لیپزیگ آشنا است. عین حال باشد به وظیفه اجرا کننده سرمربیگی لوکوموتیو مسکو دیمیتری لاسکوف تعیین شده است. نفری که در صف لوکوموتیو چون فوتبال باز 421 بازی گذرانیده و 128 گل هم زده است، در حالی که 7 جایزه را مال خود کرده است. لازم به یادآوری است که سرگرمی‌های خاصه کار بازار تابستانی پس از گزارش‌های تاریخی مسی و رونالدو این گزارش انجام نشده کیلیان امباپه به رئال بود که PSG از 180 میلیون یورو وعده شده بی‌نصیب شد و آرزوی دیرین پیراهن جانبی بلانکاس را به بر نمودن امباپه هم دیگر باره به تأخیر افتاد. خلاص که اخیراً امباپه به قول مردم کفید و از آن سخن زد که تابستان از دست رفتنی بود، ولی PSG او را جواب نداده است. فرانسوی سرافر در این مورد به طور دقیق چنین گفته است: تابستان من از PSG خواستار شدم تا مرا جواب دهند. میخواستم باشگاه برای عوض کنی ارزنده من پولی خوب به دست دارد. با من شخصا آن معقول نشد که در هفته اخیر ماه آگوست باید از دستم میرفتم، چرا که در خصوص نیت‌های رفتنم هنوز ماه ایول گفته بودم. همین طریق چطور شما فهمیدید کیلیان امباپه در خصوص بیکارشوی گزارشش به رئال غمگین است. هموطن امباپه و بازیکن رئال مادرید کریم بنزما گفته است که امباپه در صف رئال بازی میکند و این تنها سؤال وقت است. او خود در این باره گفت و الکی بار در صف رئال بازی میکند، گفته است کریم در وقت مصاحبه با لیکوپه. پس از پیچیدن سخنها سر این موضوع و عملی نشدن گزارش‌ها میتوان گفت که قصه دور به دراز بازگشت نیمار به بارسا تمام شد و اکنون داستان‌های آرزوهای امباپه را در رسانه‌ها خواهند دید. راملو لوکاکو که بر عوض 115 میلیون یورو به چلسی آمد، نه تنها از پرقوت کنی خط حمله را به بار می‌آورد، بلکه تنگ کنی موقع ورنر و توجه کم نسبت این بازیکن را میماند. هرچند که ما اخیراً در بازی اخیر دوره پرمیر لیگ انگلیا از نتیجه بخشی ورنر در میدان دیدیم. ورنر میتواند از چلسی بیرون شود پس از آنی که لوکاکو آمد و این نفر البته کم به هیئت اساسی می آید. نباید فراموش کرد که حمله‌ور آلمانی چلسی تیمو ورنر نفر است که در آرزوی بازیکنی در صف باواریا بوده. هنوز تابستان سال 2020 باید به تیم میونخنی گزارش میکرد. همچنین تلگراف بر آن است که اگر قسمت بیشتری موسم را تیمو در کورس‌های احتیاطی پس سر کند تا به انجام موسم در خصوص رفتنش از دسته فکر خواهد کرد. چون این رنگ گرفتن کار بر اعلی روشن است، چرا که با آمدن لوکاکو تیمو تنها 3 مراتب در هیئت اساسی بوده است.
در بازی بر مقابل یووه در لیگ قهرمان‌ها باشد، ورنر عموماً پس از واردکنی 5 بازیگر از کرسی احتیاطی به میدان نآمده بود. یادداشت می‌کنیم که تیم با چلسی تابستان سال 2020 گزارش نموده موسمی نخست را به‌برار انجام داد. در 52 بازی کلی مسابقه تنها 12 گل زد و یک جهان حالت‌های گلزنی را به فنا برد. از برای همین تانه‌های شوخی و شکایت‌ها را به خود بار کرد. بر زمین چلسی هم نفر را که بر عوض 53 میلیون خریداری نمود فروختنی است و نامزد اساسی از برای ورنر به واریا را میگویند، چرا که بوندسلیگا مکانی براحت برای تیمو و ناگلسمن نفری قلای بر این حمله‌ور می باشد، با نفری که یک زمان در ارب لیپزیگ کلی کار به خوبی پیش می رفت. علاوه کردن به مورد است که ورنر علاقه شرطنامه پیشکی را با باواریا هنوز در موسم 18-19 نوشته کرده بود، ولی پس از ناراضگی کوواچ و سالیخمیچ کار به فرجامش نرسید. از جنجال ها به خاطر آن گزارش بیکار شده بین دو اگنت ورنر تا حال ادامه دارند و این نوبت ممکن که نفران ایرابری کننده باواریا فکرشان را در خصوص ورنر دیگر کرده باشند و تیم ورنر با امید بزرگی خود اصلاح کنی مکانی راحت در وطن داشته باشد. اگنت معروف فوتبالی و به قول مردمی گرگ باراندیده ورزشی بزرگ مینو رایولا که به خاطر انجامدهی گزارش‌های بزرگ هم شهرتیار گشته و هم پول‌های بیشمار به جیب انداخته است، دیگر باره در پی منفعت‌های بزرگ سخن می‌زند. رایولا این نوبت گفته است که از برای مزاج خود هلند معاش 50 میلیون در یک سال خواستار می‌شود اگر که دسته او را در تابستان سال 2022 خریدار نماید و در این باره کسی دیگر نه خودی گازتا دلو سپورت گفته است. یکی از سبب‌های اساسی به چنین قرار آمدن اگنت معروف آن است که طبق جزئیات شرطنامه پس از تابستان سال 2022 حمله‌وری بروسیا دورتموند را با ارزش 74 میلیون یورو خریداری کرده می شود و حتی با مبلغ از این کمتر هم خریداری را انجام دادن می شود. پس از برای جبرانی به قول ضرر که معنای با ارزش کمتر فروختن نگین قیمت‌بهای انگشترین را دارد، چنین قرار به پیش آمده است. با آمار ارلینگ هالند اگر نگریم، ابردست‌های پیشقدم اروپایی باید که برای خریداری او دلخواداری را در پیش گذارند، چرا که فوتبال بازی در مثال نیان سرخ دریاهای آمازون نادر است و ناتکرار. در ردیف معاش هنگفت را خواستار شدن رایولا از برای هالند، این اگنت معروف فوتبالی همچنین با قول نشریه خبری ال ناسیونال می‌خواهد که از برای پاگبا میان ریال و بارسلونا مزایده و یا خود اکسیون تشکیل نماید. با همین میتوان گفت که نوابسته به خواهش‌های امیو در تمدیدکنی شرطنامه با این نیم حمایتگر 28 ساله فرانسوی که شرطنامه‌اش تابستان سال 2022 انجام مهلت دارد، او و اگنتش نیت عوض‌کنی باشگاهش را دارند. از این رو مینو رایولا با در نظر داشت آن که تابستانی می آمد پاگبا می تواند شرطنامه بزرگ امضا کند و این برای اگنتش هم پرداخت پول‌های کلان بیارد، پاگبا را به لالیگا بردنی است. نخست اگنت نامبرده می‌خواست پاگبا را به بارسلونا بیارد و این هم به خاطر مناسبت خوب با ژان لاپورتا، اما بحران مولوی در بارسا میتواند که دقت‌ها را به سمت مادرید و یا پاریس برد. اگر عین حال ریال در خریداری پاگبا فاوریت است و رایولا باشد، با لاپورتا در این مورد هم گفتن میگیرد. همچنین به فرستانیدن بازیگری خویش نوابسته به مناسبت سرد با فلو پرس هم به مادرید مؤهل است. این نقشه مزایده اعلان کنی پاگبا در میان بارسلونا و ریال که به زبان دیگر وارد رقابت ماندن آنهاست، منظره از زندمانی‌های ماهی‌های اراولان و لامنتین را در حوزه ریو نگرو میماند که آنجا البته هر کس به راست تومه خود زور میبراید، اما اینجا تومه یک تاست و آن هم ارلینگ هالند نروژی است که تابستان مالک اصلی آن را معلوم خواهد کرد. خلاصه که در اختیار داشتن مینو رایولا چنین فوتبال بازان نادر خود خاصیتی پریشان کنی دانه ها را از درخت منگو میماند و بالگذاری نرخ برابر به رقص های جالب منکین هایند که چی طور توجه ابردسته ها را به خود جلب می کند. در این میان اورتون باشد کوشش نوشتن شرطنامه با دانی وند بک را در تابستان کرده بود و در این باره دیگر باره به امیو در ماه ینور پیشنهاد عمیق ارسال می کند. دیرکتوری ورزشی اورتون مارسل برانتس در خصوص اشتیاق به نیمه‌نهاییگر منچستر یونایتد دانی وند بک چنین اندیشه‌ها را به بیگانگان گفت. او تحت نظر ما بود وقتی که روزانه تابستانی ترانسفری گشوده شد، ما در خصوص او پیشنهاد کردیم اما بعداً گزارش را عملی کردن ناممکن شد. پیش از محکم شوی روزانه تابستانی ترانسفری
برایم اگنتش زنگ زد و گفت که او را اجاره گرفتن ممکن است، اما در حالتهای آخرین بازکار عملی نشد. شما همه وقت از آن وابستگی دارد که دسته دیگر همکاری می‌خواهد. عین حال آغاز اکتبر است و حتی زمستان میتواند جراحت‌ها باشند، چرا که امیو در چند جبهه بازی میکند. خلاص چیزی گفتن در این باره دشوار است، وابسته به سخن‌های برندز. همین را میتوان گفت که دونی وان دی بک واقعا هم حالی زوری در دسته امیو دارد. نفری با استعدادی که برای درخش مسند ورزشی مکانی براحت را در امستردام به خاطر جایگیری در تیم آوازدار قربان کرد، به نظرم سخت اشتباه هم کرد و اینجا عیب در خود سولشر هم نیست که با تاکتیک نروژی این بازیگر به کلی درست نمی آید. وان دی بک را حتی در بازی‌هایی که نیروی تازه نهایت ضرور است سولشر به میدان نمی آورد و عین حال هلندی زردینه در موسم جاری تنها 142 دقیقه در 9 بازی در میدان بوده است و خلاص. جالب آن است که در بازی دوم لیگ قهرمان‌ها وقت استقبال از گل پیروزآوری رونالدو در مقابل ویلیاریال، استوارت و یا نگهبان میدانی وان دی بک را اشتباهاً مخلص پنداشته، حتی به نزد فوتبالبازان دیگر به استقبالگیری اجازه نداد. از این رو بهتر می شود که دونی وان دی بک را برای دسترسی اقلاً به خوشبختی انسانی از اولد ترافورد باید گسیل نمود. در مورد فوتبال بازان از قسمت‌های مختلف لندن فوتبالی اگر بگیریم، میتوان گفت که سرژ آریه به صف ویلیاریال چون فوتبال باز آزاد گذر کرده است و این نفر با امری وقتی کار در پی اس جی شناس است. با همین میتوان گفت که سابق حمایتگر تیم تاتنهام در اسپانیا ادامه مسند ورزشی میکند. سابق حمایتگر تاتنهام با همین شرطنامه کاری با ویلیاریال چون فوتبال بازی آزاد امضا نموده. مهلت شرطنامه با این فوتبال بازی تجربه دار از روی نقشه 2+1 بسته شده است. یادداشت میکنیم که سرژ آریه در موسم قبلی در صف تاتنهام 19 مرتبه در دایره بازی‌های پرمیر لیگ انگلیا به میدان آمده، 2 گل و 3 پاس گل‌آور در آمار دارد. در همین حال باشد بارسا در خصوص شرطنامه نو با روبرتو گفت و شنید را باز داشت و همین طور سخن‌ها در خصوص بارسا را ترک کردن سرخی روبرتو زیاد می‌شوند، چرا که عین زمان جانب‌ها در خصوص تمدیدگیری شرطنامه با موافقت رسیدن نمی‌توانند. از روی معلوماتی کادنا کاپ گفت و شنیدها موقوف گذاشته شده در فرصت‌های نزدیک برقرار نخواهند شد. اگنت فوتبال بازی 29 ساله ژوزپ ماریا آرابیتک تصدیق نمود که عین حال جانب‌ها واقعاً هم گفت و شنیدها را عاید تمدیدکنی شرطنامه باز داشتند و به گفت او در دلخواه حالت آن را برقرار خواهند نمود. شرطنامه فعلی سرخ روبرتو باشد با بارسا تا تابستان سال 2022 ادامه یافته. در ماه سپتامبر هنوز گفته شد که او شرطنامه را تمدید می‌کند و درباره کم‌کنی معاش هم راضی است، لیکن ممکن است که بارسا از این بازیگر خویش هم خلاص شده نیست. درباره اعلانی از وظیفه سبکدوشکنی کومن هرچنده که گفتیم، ولی اخیراً معلوم شد که به این مربی باز لاپورتا 3-4 بازی دیگر داده است. اما در این حال نباید از نامبرکنی مدعی و نسلی برای اشغال کرسی کومن در ردیف سرمربی منتخب بلژ روبرتو مارتینز، سرمربی آیاکس اریک تن هاگ، سرمربی آلساد خاوی، یورگن کلوپ از لیورپول و سابق سرمربی یوونتوس اندره پیرلو همزمان نام سرمربی ریور پلیت گالیاردو نیز در رسانه‌ها زیاد به چشم می‌رسد. باید گفت که مارسلو گالیاردو نفر است که ریور پلیت را به 2 قهرمانی در جام لیبرتادورس رسانده است. عین حال در روی خط کوتاه بارسلونا برای تعیین کنی به موقع رونالد کومن است. عیناً همین آرژانتینی میراثبر اساسی رونالد کومن در صورتی از کار راندنش میباشد، مینویسد تو سپورتس با اقتباس از سرچشمه‌های راک وان. ESPN باشد تصدیق میکند که کاتالان‌ها واقعاً هم دعوتکنی گالیاردو 45 ساله را موردی بررسی قرار دادند. مهلت شرطنامه گالیاردو با ریور پلیت باشد در آخر همین سال انجام دارد. او دسته را از ماه ایونی سال 2014 تمرین میدهد. تحت رهبری او ریور 2 مرتبه جام لیبرتادورس را پیروز آمده، 1 مرتبه دیگر جام آمریکای جنوب را از خود کرده است. در فضای فوتبالی ایتالیایی اگر اورلیو دی لاورنتس از ناپولی با سر طلبگار بودن کالیدو کولوبالی به قول کاتگری میکند، از این بعد با داشتن ویکتور اسیمخن هم میتوان قدم‌های باوری بخش و استوار در بازار به پیش گذاشت، چرا که اسیمخن یک باره تحت توجه ریال مادرید، منچستر یونایتد، پاریس سن ژرمن و منچستر سیتی افتاده و خود تیم نیاپولیتانی از برای بازیگری خویش نه کمتر از 120 میلیون یورو طلبگار است. از روی اطلاع لا گازتا دلو سپورت هرچند که صف طلبگاران اسیمخن در ناپولی زیاد هست و اینجا پیشنهادها کلاً جدی اند،
اما عین حال در باشگاه واریانت فروش بررسی کرده نمی شود. مهلت شرطنامه حمله‌آوری 22 ساله ناپولی در سال 2025 انجام دارد و انتظار می‌رود که در فرصت‌های نزدیک باشگاه نپالیتانی به بازیگرش شرطنامه مهلتش تا سال 2026 پیشنهاد کند. الکی عین حال او یکی از گرانمزدترین بازیگر تیم خویش به حساب رفته 4.5 میلیون یورو سالانه به دست می‌آورد. از این گرانتر تنها لارنس اینسینی 4.6 میلیون یورو در یک سال و کالیدو کولیبالی 6 میلیون یورو به دست می‌آورند. در 4 بازی اخیر در صف ناپولی اوسیمهن 6 گل زده است. همزمان وابسته به سن و سال نفقوی سمیر خندانویچ در صف اینتر، دروازه‌بان آیاکس آنانا نزدیک است که در تابستان می آمد چون فوتبال باز آزاد به اینتر گزارش کند. از روی اطلاع یکی از با اعتمادترین گزارشگران ورزشی فابریسیو رامانو، دروازه‌بان کامرونی از تمدیدکنی شرطنامه با دسته مقتدر آمستردامی دست کشیده است. انتظار می‌رود که نامزد اساسی برای امضاکنی شرطنامه با اندره آنانا اینتر می باشد. امیدواریم که تقدیر آینده آنانا در تیم نوش چون دانی واندبک تلخ و تاریک نخواهد بود. اینتر میلان همچنین پس از دست دادن کلیدترین شخصیت‌هایش در گرفتن اسکودتو دیگر باره در بازار دست به کار شدنی است. این نوبت جانب نراتزوری نسبت روسلان مالینوفسکی از اتلانتا شوقمند بوده دست از برگامو باشد از برای بازیگر خودی نه کمتر از 30 میلیون یورو می‌خواهد. نیمه‌هایگر اتلانتا روسلان مالینوفسکی برای نراتزوری کایهو باز شوقمند بوده تا حال از اینتر نسبتش پیشنهاد رسمی شرطنامه پیشنهاد نشده است. یادداشت می‌کنیم که روسلان در سال 2019 به تیم ایتالیایی از گنک بلگیایی بر عوض 13 میلیون یورو گزارش انجام داده بود و در همین موسم نیمه‌هایگر 28 ساله یک گل زده و یک پاس گل‌آور در 6 بازی سری آ به آمار گرفته است. در فرجام برنامه امروز باید علاوه نمود که برآمد ننگین و دلپذیر منتخب دانیا در یورو 2020 به درجه سرمرآور گردید که از برای بازیگران دنیوی لشکری دسته‌های پیشگام تا هنوز تاخت و تاز دارند. مثلا از برای مؤلف گل‌های ارزشناک و دروازه همیشه باز روسی و سرآمدان فوتبال در یورو میکل دامسگور، یوونتوس، اینتر میلان و تاتنهم شوقمند بوده. به قول توتوسپورت گنیاگی‌ها می‌توانستند دامسگور را برای 30 میلیون یورو فروشند. 2 سال پیش باشد سمپدوریا این نیمه‌هایگر را از نارشلند دانیگی برای 675 میلیون یورو خریداری نموده بود، ولی عین زمان باشد نفوذ این بازیگر چون آراپایما به مراتب خسته و بزرگگیر هم شده است. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. سعادتمند و پیروز باشید.